مثل همه شما که یه روزی یه کمپین تبلیغاتی رو دیدین، منم یه آگهی رو دیدم. از اونجایی هم که مدت‌ها بود فکرم حول و حوش این موضوع بود که فضای کاریم رو تغییر بدم، شاید بیشتر روش تمرکز کردم، شناختمش، بررسیش کردم، البته ذوق زده شدم و الان خیلی خوشحالم که واردش شدم. ما توی این بیزنس چی کار میکنیم؟ بیزنس ما یه بیزنس آنلاین فرانچایز هست. کسب و کار آنلاین اصلا یعنی چی؟ یعنی یه خدماتی رو یا یک محصول و پروداکتی رو بیایم به دیگران معرفی بکنیم توی فضای سوشال مدیا تا دیگران بتونن ازش استفاده بکنن. بیزنس ما ولی با پروداکت سر و کار نداره. اصلا من شخصا خودم این بیزنس رو انتخاب کردم چون آدم فروش نبودم. یعنی ما کار فروش محصول انجام نمیدیم. ما کار دیجیتال مارکتینگ فقط انجام میدیم. منحصراً کار دیجیتال مارکتینگ. حالا این دیجیتال مارکتینگ چیه؟ یه ابزاری که هر آدمی میتونه ازش استفاده بکنه تا بیزنسش رو توی اینترنت یا توی فضای سوشال مدیا به دیگران بشناسونه یا ارتقاش بده یا به اصطلاح پروموتش کنه. بهش میگن بیزنس آنلاین دیجیتال مارکتینگ. ما هم توی 7 پلتفرم مختلف این کار رو انجام میدیم: اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین، یوتیوب، پینترست، تیک تاک و گوگل. حالا چه اتفاقی میفته توی این بیزنس؟ هر کس وارد این بیزنس میشه صاحب یک مدرسه یا یک اینستیتیو یا یک آموزشگاه آنلاین میشه. چی تدریس میکنه؟ دیجیتال مارکتینگ. مدلش هم گفتم مدل فرانچایزه. توی ویدیوی بعدی حتما در مورد این موضوع با دیتیل صحبت میکنیم. ولی در این حد بدونید افراد برای گرفتن یک شعبه یا یک برنچ از این آموزشگاه آنلاین باید سرمایه گذاری کنن. باید در واقع فرانچایزش رو از کمپانی مادر خریداری کنن، بیزنس آیدیشون رو دریافت بکنن و صاحب یک شعبه از این بیزنس بشن و نهایتاً صاحب آموزشگاه یا اینستیتوی آنلاین خودشون. حالا ممکنه سوال برای همه پیش بیاد، برای خودم هم پیش اومد. خب من که تحصیلات آکادمیک دیجیتال مارکتینگ ندارم، تجربه کاریش هم ندارم، اسکیل و مهارتش رو هم ندارم. چطوری میخوام یه آموزشگاه یا یه مدرسه بزنم که تمرکز تدریسش هم روی دیجیتال مارکتینگ باشه؟ خب وقتی شما رسما وارد این بیزنس میشی، یعنی وقتی که بیزنس آیدیت رو دریافت میکنی، توی همون گام اول آموزش میبینی. آموزش ها ویدیو بیس هست. بین 1 ماه تا 2 ماه طول میکشه. دسترسی کامل داریم به یک وبسایت. ویدیوهای کوتاه بسیار حرفه‌ای، قابل فهم برای همه که در مورد تمام ابعاد و زوایای دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنه. طوری آموزش ها ساده هست که میتونید مراحل رو استپ بای استپ روی سیستم خودتون، روی لپتاپ یا روی موبایل خودتون انجام بدید. واسه همین نفسی خیلی زود یادش میگیرید. دسترسیتون هم مدام العمره. هر چند بار که بخواید میتونید اون ویدیوها رو ببینید. در واقع یه جورایی میتونم بگم تو همون 1-2 ماه اول شما میتونید شخصاً کمپین تبلیغاتی درست بکنید. خب حالا شما صاحب این مدرسه شدین، همه چیزم بلدین، باید چیکار کنین؟ باید برای مدرسه‌تون دنبال دانش آموز باشین یا برای آموزشگاهتون دنبال مشتری باشین دیگه. شروع میکنین به ساخت کمپین‌های تبلیغاتی مثل هر کسب و کار دیگه‌ای. منتها فرقش در اینه که کسب و کارهای دیگه توی این مرحله باید کلی هزینه کنن، یه نفر رو بیارن که براشون وبسایت بسازه، یه نفر دیگه ایمیل مارکتینگ رو راه اندازی کنه، یکی دیگه براشون کمپین تبلیغاتی رو تنظیم کنه و ران بکنه. ولی ما الان خودمون حرفه‌ای و متخصص این کار هستیم. پس در واقع با همون یک بار سرمایه گذاری ما این دانش و این مهارت رو به دست آوردیم. خب وقتی افراد میان وارد آموزشگاه یا مدرسه ما میشن، ما به عنوان مربی، معلم یا کوچ اونها کنارشون هستیم تا اونها هم یاد بگیرن. به همین دلیل چون ما تبدیل شدیم به یه منتور یا بعد از یه مدتی به یک کوچ، کمپانیای مادر
میان به این واسطه به ما کامیشن پرداخت میکنن، در واقع پورسانت یا بونس پرداخت میکنن که از نظر میزان این پرداخت واقعا نمیتونم با بیزنس آنلاین دیگه مقایسش بکنم. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم وبینار 90 دقیقه رو نگاه بکنید، تمرکز بیشتری روی این بیزنس داشته باشید. هر سوال یا ابهامی باشه من و همکارم میتونیم به شما کمک بکنیم و مطمئنم سفر بسیار هیجان انگیزی رو خواهید داشت.